سلامت. کار میکنی یا نه؟ بله. آخه میرا تروش که زنگ زد به دومات خو گله که دو فرغونیزون برای ما بیاره با کار نمیشه. به گله که نه. خب با کی زنگ می بزنی؟ کی برای ما ایزون میده دیگه؟ حالا به حرف من نمیکنه گلک. بگه دو فرغونیزون با ما زودی بیا. هیچی نداریم سرا. نه چی داریم؟ اما کوهی بخیر کد دیگه ایزون با کجاه؟ زنگ میزنم خودی گپ بزنیم. خوبه. چرا اگه تو گپ زنی چه کار می‌کنی؟ با حرف من نمیکنه نه. بله. بله گله خوبی بخیری. سلام علیکم اندلا باشی. شکر. تو کی شما کینی؟ آها عباسی. سرکمی نانه من شما چی مایا؟ چی مایا؟ بده دست اینا. خب. بله گله دیستانی بابا خوبی. سلام علیکم خوشی جانشترین خیریتیم جانجور اول خوب تیاره و هستیم. شکر فضل خدا. زرغونه هم خوبه. سلامت باشین. میگم یک کاری برای ما بکن دو فرغونیزون تمام سرا ما بخیر بیاره که ایزون نداریم کوهی بغیر کام نمیشه دیگه ایزون من پیدا نمیشه کمی تنور سرخ کنم. بله ها خیلی داریم ما بیاوردم. اباخچی من خیلی زوم آوردم. دو فرغونا. خب شما خاطری که تنو نون پخته میکنیم میگین که ما چیز کا داریم ها. خیر بینی من منتظرم زودتر که خیر بینی. چشم خوشی جان میارم گپ بینیه. ما چای نخوردم چای اما این دم کنیم میام. خوبه دو فرغون به شما میارم. از ما زردالو بیاری خوبه. خوبه من منتظرم. خوبه چشم. خدا حافظ. خدا حافظ. بیا بگیرک فقط تو رو میکشه. گپ زده نمیتونی خودیو. میارم. کل میارم. خوشی میگه برو با ما کم ایزون بیار که ما نون پخته داریم کاتش میکنیم به درد ما نمیخوره. خوبه آدم به حرف خوشی خو نمیکنه. نه چه کنین؟ اگه ما گلک دومات شما اگه به شما ایزون بیاورد بفهمین که عباس بچه شما برابر یک جوجه چوغو که عقل کمال نداره. از امروز که من تو میبینم تا حال تو غیبت می دومات برمیکنی. خوانه کفت خبر نداشت پیمی که با من نورده هرچی مستی. خوانه سعی کنی میاره او به کفت خود شما ایزون کش میکنه میاره که شما پخته دارین. تو حالا که گپ مر به زمین ننداختن با میبینی. او تنه خو بیننگی کلان کردن اگه بیاورد. چکو میاری یا نه؟ الا گل دانه دانه سر دست تو را با دست بگیرم با دل دارم که تو ما پس بگیرم. اینا کجا میبری؟ بله اینا کجا میبری؟ بیلا بابا که میرا خرابه. خب نه من از تو پرسان که اینا با کجا میبری؟ اینا یک دو فرغون ایزوم خوشوم زنگ زدن که انوار در بیار دو ماجو که نون پخته داره ما ایزوم نداریم با کا خیلی هم با یکه با کا نمیشه
گفتم خوبه ما خیلی داره تحصیلامو گفتم پر خوشو میارم برای شما. گفت تک پس اینو کار میده کم اینجا باشه که بیارک. گفتم خوبه. خب این کارا این سرترشی دیگه زن تو میکنه برای تو نه که تو از اون وردا برو خود تو خبر داری که ما خمیر پخته داریم تو از اون که اینا به چی خیریا به چی زحمت اینو قطع کردم وردشون بیاردم بخونه که اینا به تا تنور کنه تو نوار میداری میبری بخونی خوشو خو میبری خب خوشوم بعد دیگه سلمان گفته بیا. گپ کم کو وردا برو سرا برو زن سرس بابا بیاین شما اینجا بیاین. بیاین شما بابا اینجا. چیکاره؟ زن کلون زن سرسفید اشته به شما احترام داره. همین یک من امینا یک من ازومو بابا سیری به قیمت اینه. تو چی میگم اینا یک من ازومه مال اینا 15 من ازوم میشه کله تو خرابه اینا به چی خیریان به چی زحمت من این درختار اره کردم مقبول قطع کردم تیار کردم تو لقمه تیار کرده ورده ببری بخونی خوشی خوب ورده برو سره برو سینا کو تاری ورده برو خب من میفهم که سترشیا زن تو میکنه کدو سرترشی ها؟ همین سترشیا زن بیچاره چی نگو گردنم با لنگ نگو که چیزی ببره. او هنو میگه نماید اینا که تا پیش خود خو میبری نه خوشوم زن ورده برو سره برو بده رد کردی خود نصف اینا خیلی میکنه. بیا بابا رو سرا برو دیگه یک مسخاله نمیدون نخون بزین نخون دیگه سس کرده حرکت دی بده دیگه سر ترشیه برو دیگه بده سر ترشیه دیگه نکنی بده نخونامو بفته تو بخولی برد کردی خود بله آقا سر زمینم بیاین. سلام علیکم اون باشین. سلام علیکم. زنده باشین. چه حال دارین؟ بخیر سلامتین؟ شما خوبه؟ سلامت باشین زنده باشین. سلامت باشین. چی خبرها؟ چی عجب از ما خبر گرفتین؟ با خدا کمک کار داشتم دیگه می بیادم. چی خبرهای بخیر؟ عمر کنیم. چی کار خدمت؟ ما در خدمت شما هستم. همین همسایه گفتم شما از ما دارین فروشی. گفتم اگر یک دو خروار برای ما بدین. از ما؟ بله ها. البته دیمات شما و همو خسر دختر شما نداشتم اینو از اینو مستوندین. اونا هم که باغچه زیاد دارن. از اونا نگم لالا. از اونای چی نگم. چرا؟ همین مادر پیرزال برای روز برای از اینا زنگ زده بود که همین همسایه و داد شده ما که ازم نداریم. کار داریم بخونه. بله ها. همین دو قال زیاد شده کمک ازم پیدا کنیم. مادر ما زنگ زده بود برای هم دوماد ما که برای یک دو فرغون از ازم بیاش که ازم که خیلی دارم شما خبر داریم که دارم. ازم دوماد ما بسته کده بیا و به تارا پیار یا ازم از جلوی بگشتونده. که ببر به سرا ببر. از کی بگم لالا؟ از چی بگم؟ راست میگی لالا. شرایط همین خراب شده. کسی کنین؟ من چند برای ما میدیم یک دو خروار ازم. اینا دیگه سرجنگله. بعضام اندازه همی بند دست چیزا دبلتر لوکتریه. خیلی دیگه اگه به درد شما میخوره فدای سر شما هر چیز میدیم بدین گپ با آتش تنوری ما این غمه نداره. خوب با مشکل آتش تنوری میشه. بله ها. حتی با اجاق هم میشه. زمستون هم میشه نگاه داریم از اینا. من چند برای ما میدیم؟ برای شما او هم که شناسیم از خودم شما رو میشناسیم. بعد یک از به 30 روپیه میدم برای شما من 25 روپیه. لالا رمضان. بله. بم 20 حساب کنیم دو خروار برای ما بدیم. کم نیه 20. نه. خیر شما ما از خودیم جا دوری نمیره مشکل نداره. دو خروار برای ما تیار کنیم کی بیایم برای رادیو؟ همین حال برین که برای شما نشوندم اون همونجوری بیایم هر چی ما بخو خوش کنیم جمع کنیم که بکشم ببریم قرار بریم. بریم. نگویم که شرایط چه شرایط جلو تیر شد. حالا نه دوماد مونده، نه برار مونده، نه هم کاکا. راست میگی لالا. اهل لالا شامت. خدا واسه همین اوخه هست در خدمت شما. هر چی که ما این بخواین قرار سیوا کنیم که طول کنم ببریم. خیر بینیم.
خیر بینیم همین 2 خروار برای ما تول کنیم ما میام میبرم 2 خروار بله گپی نیست خیر بینیم ما اوماده میکنم شما گری میاریم زنباری میاریم سچرخی میاریم هر چی میاریم بیاریم تنه زنباری میارم من کم کم اگه میتونه کی تول کنیم ما میبرم درسته بفهمیدی خیر بینیم کوشش کنیم که همون لوکترا رو هم چی کنیم میتونه قلم کنیم دل جمع باشیم همه سر جنگل نه همه سیتیم بند دست لوکتر به کل خوبه یعنی اینا خوبه گپی نی اونا رو میگذار گپی نی خوبه اینا شما تول کنیم من میرم زنباری میارم انا بر میدارم میبرم بر دل از این مسکینم جمعه که من دماده دارم من خیش و قده دارم یک زن برای برای از اعتبار نکردم برای اون ندادم